آتش‌سوزی‌های ادامه‌دار اردوگاه پناهجویان مسلمان روهینگیایی در منطقه کاکس بازار بنگلادش این بار در تازه‌ترین مورد موجب تخریب 800 کلبه و آوارگی 7000 اقلیت روهینگیایی شده. نیمه شب با صدای جیغ و داد از خواب پریدم و با برداشتن چند تا لباس پا به فرار گذاشتم. تو این 6 سال بارها اردوگاه طعمه حریق شده. آتشی که به 120 مرکز آموزشی، بهداشتی، درمانی و مسجد آسیب جدی زده و صدها سرپناه موقت رو در این اردوگاه خاکستر کرده. آتش همه چیزو نابود کرد. نه غذایی برای خوردن و نه لباسی برای پوشیدن داریم. مجبوریم فعلا با زن و بچه‌ها تو کلبه همسایه‌ها که به کوچکی یک چادر مسافرتیه دوام بیاریم. حریقی که بنا به اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل علتش همچنان نامشخصه. طی 3 ساعت تلاش مستمر تونستیم حریق گسترده اردوگاه شماره 5 رو مهار و از نفوذ آتش به اردوگاه‌های مجاور جلوگیری کنیم. خوشبختانه این آتش سوزی تلفات جانی نداشت. اقلیت مسلمانی که با ظلم سازمان یافته حاکمان میانمار سلب تابعیت و بیش از 6 ساله که به عنوان بزرگترین گروه بیوطن در دنیا بیشترشون به اردوگاه‌های بنگلادش پناهنده شدن. مردمی که سالهاست با گرسنگی و بیماری و رنج روزگار می‌گذرانند و امیدی به بهبود زندگی آینده ندارند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.